خیلی خوشحالی که باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ما همونطور که وعده داده در هفته گذشته در خدمت دو دوست قدیمی و دو دشمن امروزی های داهی عزیز و شاکانی دوست داشتنی خواهیم بود که خیلی کار سختی بود این دو دوست رو دوباره به هم رسوندیم. میگم کار آسونی نبود اگه تشریف ببرد اینجا میبینه های شاکانی عزیز خیلی هم با انگیزه مدخل خسته نباشید. بشین آقا اون بریه اگه بشه میشه بشین اون بر بشین اون بر که آیه داهی عزیز هم اگه پایتون میبینه آقا خیلی خوش عزیز واقعا نمیدونید تو میایی خوبیه نه مثلا این آقا اینجا باشه من پامو اونجا نمیذارم. بیا دیگه شما مناقضه بحث تر تو چه؟ آقا مگه شما قول ندادید که بیایید سر برنامه بشینید؟ من قول داده بودم کی میگه ندادم، ولی ایشونو که دیدم دوباره به هم ریختم. قیافش مشکل دارم باش. فکر کردید که بنده هم قیافه شما رو میبینم خوشحالم؟ نه خیر، به خاطر مردم و برنامه خوب 90% هست که تحمل میکنه. ببین دهشت برای همه رو شده، برای ببخش من نوعی از اون اولش معلوم بودی. مار مشترک وجود نداره قسم میخورم. آقا اگه عصبی نباش حالا میایم با هم صحبت میکنید دیگه. من نارموزم یا تو که با موش مردگیت اذهان عمومی رو تحریف میکنی؟ ببین یه کاری نکن بیام اونجا ریخته تو که از این نکش بیشتر بریزمش به اما متوجه یا نه؟ خیلی لوج میخوام. آقا اگه عصبی نباش حالا میایم با هم صحبت میکنید دیگه. آقا آیه چیز حالا دوستان اگه تصاویر رو پخش اینجوری نمیشه که بیرون باشه که داخل باشه تصاویر رو من آماده کنم این وضع نمیشه. حتما دیگه شما دیگه تایید اومدید بعد داخل هم بیاید. خیلی ممنون تا اگه آماده شما هم میبینه. شما دوستان عزیز عذرخواهی می‌کنیم که یه وقت کوتاهی در برنامه پیش برنامه زنده است. ما این قول داده بودیم که هیچ مشکلی پیش نیاد، همه چیز آروم باشه، ولی آقای داهی و آقای شاکانی ما رو یه جورایی ذوق زده کردن. آقا خب حالا به اونجایی که مشکل حل بشه داستان غم‌انگیز شما که مثلا یه فیلم هندی هست اولش دوست بود حالا دیگه برای هم نمیشه، واقعا جالبه. اگر امکان دیگه سوال شروع کنم دیگه پرده و نه اینا کشید ترام برام دیگه هم دوستان یه رخصه کم دارم میتونم بیا آوازی کنم تا آخر برنامه خوش میشه. آقا اگه میشه شروع کنید. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت منم سلام عرض میکنم خدمت شما گرامی همچنین بینندگان ارجمند. شما هنوز نمیدونی ببخشید هنوز نمیدونی نوبت چیه. مالی برای من مدیریت هم سنن از شما بزرگترم هم هیکلن هم این بحث هیکل. ببینید این هیکلن شما با شما نگس این دادم بشید آقای هیکل رو برای من نکش بشد. ما اومدیم امشب اینجا صحبت بکنیم. برای ما شاخ شد یا بگم بکش بردر عالم برخورد. برو منم حالا من در خدمتتون هستم آقای قادر خان. بله بفرمایید قادر خان. صدا تا بیار پایین. با مدیریتی که ایشون داره. صدا کی ضعف مدیریت داره متوجه تو چی بده بالا. بکش بالا. چی میگی؟ ببینید برخورد درست. آیه من میدونم شما انقدر مدال گرفتی بازیکن من مدال نداره. مدال نه ببین من مدال میخواد من مال بکش شما رو بردم اینجا بر ما شاخ شدی. ببین متوجه دست تو بنداز با من صحبت میکنین دست پای باشه پس نزد صدا تو نبر بالا. صدا تو میبری بالا فکر میکنی هر که صداش بالا بازیکن دست فوتبال بلدی؟ میدونی فوتبال چیه؟ ببین من احتیاجی بردمت اینجا واسه خود آدم شدی؟ احتیاجی به تو دست تو بنداز. ببین اینجا برخورد نکن. حیف که آیه قادر خان اینجا هست. من به خاطر قادر اومدم اینجا. من به خاطر ایشون به خاطر مردم اومدم. رو بکش بابا. و بکش از قیافت رو نمیخوام ببینم. روتون عصبی هم بابا. ببین برو من همه وقت بوه بد ببخشید قیافه نافور. قیافه خیلی چی؟ شرفه انداختی شما داره شرفه میکنه. کی داره شرفه میکنه؟ فکر کردی من صحبتی ندارم. بندم با شما اون برا نگاه کن. شما اون برا نگاه کن. اون برا نگاه بکن. شما اون برا برخورد رو درست کن. ببین باشه اینکه ما تمیز کن. اینکه تو تمیز کن به من. بلند شو متممو ببین. این امضا به خاطر تو من سفید امضا دادات برمیاد پایین کجا امضا کردی؟
مرمه شدیم الان زنگ میزنم یه مینی بوس آدم بریزه فکر از کجای دنیا این سپاس خدا شما بعد خودی گذار ببین یه دونه بخواب تو گوش من بزن اگه نمیتونی بزن